دمدمای صبح بود که رسیدیم تهران. بفرمایید، اینم خونه جدید. از ذوق خونه جدید اصلا نتونستم چشم رو هم بذارم. از دور که چشم به خونه افتاد تو کامیون بودم. بند دلم پاره شد، انگار دنیا رو بهم داده بودم. آیه قرآن برداشتیم که بریم تو خونه. چشمتون روز بد نبینه. همونجا دم در خشکمون زد. دیدیم جنازه صاحبخونه دراز به دراز افتاده اون وسط. وای زهر درک شدیم. اصلا نمی‌دونستیم چیکار باید بکنیم. خونه رو چی فلو کردن آخه؟ هیچی میگن تا تکلیف جنازه روشن نشه چیزی هم نباید جا به جا بشه. ما رو بردن کلانتری، سوال جواب. سرتون درد نیارم. کلی طول کشید تا بالاخره فهمیدن ما بی تقصیریم. ولی خونه رو که بهمون ندادن که. گفتن باشه بعد از مراسم کفن و دفن و عزاداری سوم و هفتم. نقیه من خستم دیگه، نمیتونم تحمل آل خون بالا خونی رو ندارم. من با بچه‌ها میرم، اگه خونه رو تحویل گرفتیم بیا دنبالمون. اون مثل که یاد رفتم ما به خاطر درس دانشگاه تو افتادیم تو هچل. درس دانشگاه من؟ درس دانشگاه منو بی خودی بهونه نکنه. بگو خودم عرضه نداشتم. این همه آدم تو تهران خونه میخرن چرا هیچ کس نمیفته تو هچل؟ زشتی جلو بچه‌ها. حالا شما فکر ما نه پول داریم، نه فامیل داریم، نه جایی رو داریم اتراق کنیم، نه رومون میشه دست از خود راستر برگردیم علی آباد. خدای من تحمل ندارم خدا. شدیم حیرون و ویلیون تو خیابونای تهران. نقیل بمیرم دید خیلی سرگردونیم شب عیدی. رفت عقب کامیون قشنگ فرش کرد، کرسی گذاشت، یه اتاق درست حسابی برامون درست کرد. دعا کنم ما. یه چند روزی همچنین پشت کامیون بودیم. خستتون نکنم دیگه، انقدر سمت شدیم تا خونه رو بهمون تحویل دادن. من گفتم من همینجوری نمیام تو خونه، باید قشنگ ترتمیزش کنیم. کاری کرد دیگه، رنگ زد، پرده ها رو شست، فرشا رو شست، آب جوشیده طفلی دستشون به درد نکنه. نقی داداش نداره. چند بار میپرسید داره، به خوبی نقی نیست. زنم داره از همه مهمتر. خب بعدش چی شد؟ فکر کن 2 روز نبود نشسته بودیم تو خونه. زنگ در رو زدن کیه؟ مأمور شهرداری. چی آورده؟ حکم تخلیه. اختیاریه چی داداش؟ تخریب منزل. نه خیلی سعی کرد مثلا نفهمم. شنم خونم افتاده تو تر. فکر کن تر. این خونه اصلا مسئله داره. خب جان من میدونم خونه مسئله داره، من خود من دارم میگم مسئله داره، من که نمیگم نداره که. یه دقیقه گوش کن ببین من چی میگم. همه اینا به کنار، این خونه رو میخوان خراب کنن. تو طرحه میخوان جاده درست کنن. همه این خونه‌های اطراف باید همشون خراب شن. یعنی انقدر ما هول بودیم خونه بخریم ما اصلا نفهمیدیم خونه کجا داریم میخریم. مسئول دانشگاه چجوریه؟ مهمان میشه بعد انتقالیش جور میشه، یه ترم انتقالی میگه. کار اصلا میدونی چیه؟ دوباره میخونم دوباره کنکور میدم. جوره دیگه آقا چیزی که نه من که راضیم، همه راضیم. خیلی خوب. چشاتو هم بزن که بدون. بابا بردار اینا رو کتاب کن. نفسش از جای گرم در میاد. بابا تو که دست قلمت هم خوبه. بذار بچه داشتی ببینم وقت میکنی سر خودتو بخارونی. حالا بذار این شوهرش رو پیدا کنه بچه تو هم. آره یکی پیداش خرج اینو بگیره. چونه باربود این قربونت برم مادرم. تکلیف این خونه اینجا چی شد؟ خونه اینجا آماده نشده هنوز، اجاره نشینی. بچه ما داریم میرسیم. خونه ما همینجاست. مگه نزدیکی؟ آره بابا همینجا. باشیم بهتون نشون بدم. باشیم میره. ببین بعد این اونجا رو ببین. دیدی همون درخت پرتقال داره. دیدی همونه.
میرم واسه بچه ها ریز وای میسته که من جا میبونم آره جونم خوب شد رو بچه نیفتاد ماما جون راستی خیلی ممنون بچه رو عوض کردی با من اینقدر دلم خواست پوشک بچه عوض کنم بچه من دیگه بزرگ شده دلم تنگ شد و تو که اینقدر دوست داری چرا خودت نمیاری؟ به من بود تا حالا 8 بچه آوردم حالا خونمون آماده شه ببینیم نقی راضیه خیلی خوب بچه ها عیدم از قبل بگم پیش بگم مبارک میبینمتون دیگه دست درد نکنه قربونت برم خداحافظ سلام برس نمیای واقعا خونه ما خوش بگذره باشه خداحافظ سلام خوبی؟ ماما مالک آب چرا بسی تو؟ بابا آب از 100 جا میزنه بیرون همه لولا پوسیده نقی لا اله الا ماما این دانشگاهی تو کی تموم میشه؟ تموم شد دیگه تا بعد عید نه من دارم کلن عرض میکنم کلن کی تکلیف ما روشن میشه؟ اوقات تلخه باز چشات چرا سرخه؟ این غم پدی تو گلوم من موقع کلوسو چای گذاشتی مگه؟ چای من با کدوم آور میداشم چایی درست میکردم خب قند واسه چی خوردی پس؟ فشار من یکم بالا پایین شد چی فشار؟ نقی جان شما هیچ وقت فشارت پایین بالا نمیشه که اونجا فشار دیگه با من هماهنگ که نمیکنه بالا میره پایین خیلی میاد خوب خیلی دعوا چرا صحبتی داری؟ که نمیکنی تو آخه این مرد اون یکی اون یکی چیه؟ 3 تا بودن اینا چی میگی؟ نه ما اینا 2 تا بیشتر نبود خودت خریدی نقی 3 تا بودن من خریدم که دارم میگم 2 تا نه رو یه دقیقه وایسا نون خریدم بعد لقمه نه درست نه من گلوم خوش شد اصلا چیزی از گلوم پایین پس نمیره یه دست به موهات بکش نگاه کن چجوری یه برس بزن از خواب پا میشی اینجوری صحبت میکنی بعد انگار من نقی میخوام بیارم برم یه شونه واسه پشت میز بشینم سیخ شده جونم ماما بابا اما عرستوه صحبت سلامت میکنی انگار کن. من مهندسم میخوام برم الو تو سرما میخوری بودو چرا به دخترم بچه زنگ میزنی تو؟ ها؟ نه بگو من کار دارم باید برم سر کار کامیون آقا یعنی عروسک بله فقط نقی جان فقط میتونی یه لطفی بکنی شما یه 400 تومن برای من کارت به کارت کنی کارت به کارت میخوام اگه بشه سر راه یه گوسفند چیز بگیریم جلو ماشین بزنیم زمین دیگه ها اول اینکه شب عیده منم پولی ندارم پا بی خود کارت به کارت نکن بعدم تو که پول نداری آرق فندقی چی میزنی؟ نزنیم آخه لازمه دیگه نه شما گوش کن من تصادف به اون شدت داشتم خودم رو جون سالم به در بردم ماشین سالمه بعد 6 ماه این همه رفتم اومدم بعد 6 ماه این کامیون رو سرپا کردم میدونم تو رو چش زدن عزیزم خب آقا جان تو الان نیت کن بعدن بکش هر وقت پولدار شدی بکش یعنی چی داری بهش میگی نقی تو خودت قد گوسفند نصب کردی ادا نکردی یا قد یه گله بده کاری یعنی چی؟ بذار حالا که به دلش افتاده قربونی کنه خب باید یه گوسفند یه چیز قربونی کنم دیگه نباید بکنم کفشم بشورم؟ بشور خب بعد یه بوز بزن زمین بذار قربونیشو بکنه من یعنی چی؟ پدر من خوب برد الان یه بوز بکش آقا چه فرقی میکنه؟ خب فرق یعنی چی؟ میکنه آقا فرق بوز و گوسفند یه تیکه دنبه است تو
تو بردا بوزه بزن زمین، بعد برو در مغازه یه تیکه دنبه بخر، به هر کی خواستی قربونی بدی یه تیکه ببر بذارش. حقه بازی یادش میدی؟ یعنی چی؟ نقی حقه بازی یادش میدی؟ بده من گوشی رو. بده من گوشی رو. ولش کن بابا این دیوونه است. الو. سلام. گرفتی ماشین تو؟ مبارکت باشه. ببین نه یه دقیقه گوش کن به من چی میگم، سخت نگیر. تو مگه قصد خون ریختن نیست؟ تلفنمو بده. صبر کن ماما. من میگم که خدام الان راضی نمیشه تو این نداری و مشکلات بخوای بیشتر بده کارش. خروس. چی؟ خروس؟ آره دیگه خروس هم قربونی کنی خدا راضیه. ماشین به این گندگی من خروس بزنم در این جلوش؟ حرفی میزنی شما هم خانم؟ قبول میکنه خدا ارسطو. اصلا مردم چی میگن؟ آقا خانم هوای کلمان بگیر. من دارم میگم که من اینقدر خرج کردم، هزینه کردم، داروخونه، قرص، دوا، مسکن، آمپول، چونم صافکاری، نقاشی، اینور اونور، مکانیکی، نشست، برخواست، پول، دوا، دارو، قرص، اینا همه اینا من هزینه کردم. الان میگن ایشون پول نداره، هزینه کنه، رفته به جای گوسفند الان داره خروس میکشه. درستی ساخه؟ خب این چیز افت دیگه، کستشن دیگه. تو که اهل چشم و هم چشمی نیستی که. خودم میگم نمیخواد. خودم میگم نمیخواد. دست شما نکنه. نمیخواد. خیلی ممنون. خداحافظ. خروس. ارسطو یه خروس میگه بکش خونشو بزن به پلاک ماشین کلکشو بکن تو گاو مگر زمین بندازی باز مردم حرف در میارن. موندا یه خروس بگیر که سیاه باشه. میگن خروس سیاه برای چشسخ خوب. چشسخ؟ آره حتما خروس سیاه باشه. من الان پدرم 70 سال سنشه، هر وقت یه چیزی میخریم میاره خونه خروس سیاه میکشه، آخر شب هم کباب میکنیم میخوریم ما. والا داشته باشی به کسی بدی امروزه نداشته باشی دلی هرس نخور. امری نداری ما ارسطوئه دوباره بیا. ما اینو بگی جوابشو بابا بده. من تو کار دارم. حساب اینو ندارم سر صبحی. قطع شد. خدا رو شد. من رفتم. برو به سلامت. ببین برگشتنه برو خونه فهیمه بابا رو وردو بیا. بعد بابا یه ماه اون. خیلی خوب. بعدم به فهیمه بهبود بگو شام بیان اینجا دور هم باشه. بابا اونو تازه اینجا بودن که. نخی. بابا اما ارسطوئه. من بهت میگم کارت داره. جواب اینه بده. این ولکن نیست. بگی جوابشو بده دیگه. الو. آفرین باشه خروس. سیاه خروس سیاه. خروس سبز نگران نباش. میگیره حتما. گفتم میگیره دیگه. اما من هزار تا کار دارم صحبت الکی نکن مامان. ای بابا حالا این راضی شده تو کوتاه نمیای؟ یه خروس سیاه بگیر. لا سیاه باشه. سیاه برای چی؟ میگه نمیدونم برای چشم و نظر خوبه. راست میگه منم شنیده بودم. بگیری حتما. میگیرم دیگه. خدا موبایل بفهم.
شلوغش نکن آقا. برنده معلومه اینجا سلطان منتظره. آقا اون زیر بال دنبال چی میگرده آقا؟ پسر بزن بفرکون. پسر نابودی تو. بزن نابودش کن. ماشاءالله ماشاءالله پسر ماشاءالله ماشاءالله. برنده تمام آقا تمامه. آقایون کمرچکم برنده بازی، آرنولد بازنده. آقا ساکت. هست آقا هست آقا. این آرنولد خط خورد. الان از این گروه کمرشکن و شینگن موندن که با هم دیگه مسابقه بدن. از اون گروه هم نیکولاس کیج و سوپرمن و همه رو سلطان زد. سلطان اومده اینجا برای فینال داره آماده میشه. بده پسر منو بده ببینم. آقا مازیار تبریک میگم داداش. اومدی بالاخره یه چهارم نهایی. بله. فردا خروست با خروس غلام مسابقه داره. اگه ببری که میای فینال با خروس خودم میجنگی سلطان. پس از حالا منو قهرمان بدون. الانم به جای که اینقدر با من کلکل بکنی بلند شو برو بازار اون 2 کیلو گردو رو بگیر بیار که ما بکوبیم واسه فسنجون دفش میدادم بچه‌ها. ببین به 3 دور قهرمانیت نناز. سلطونت هم دیگه از مد افتاده. کت و کولش افتاده تمام. الهی ببینم برای خروست که اصلا خروس ندیده. هرچی جنگیده با مرغ فقط جنگیده. در ضمن تو جنگ قبلی هم اگه یادت باشه با خارش زد یه دونه توی سینه خروست که حالا اگه آبسه نکنه شانس آوردی. جوونگرایی چیه؟ از تجربه است تو فینال. به جای که این هم کرکری بخونی بلند شو برو یه 2 کیلو گردی بگیر بیار که می‌خوایم بسابیم برای فسنجون شب آماده بکنیم. اخم بابا. سلام رضا. سلام. چرا دیر اومدی نقی؟ بابا زن من دانشگاه است، بعد منتظرشم بیاد. بچهای من تنان. دور بر این فروردین امروز شوکی. تابلو شوکیه؟ آخه این چیه برداشته نمیشه؟ بعد به خدا مردم به ما میخندن. فردا بگن کجا کار میکنیم به ما چی بگیم؟ این کارگاه برادران فروردین به جز ناصر بعد دیگه. نخیر بگو کارگاه برادران دیوانه و کم‌عقل. دور ازشون ببخشید. دور از جون نداره که. تعارف نداریم که بی‌دعواسی میگم. ما اگه عقل داشتیم آدمای مستور دور برمون جمع نمی‌کردیم که اختیار کارگاه رو به تو نمیدادیم. من توضیح میدم آقا میگم توضیح ندی. چه توضیح؟ چه کشکی چه دوغی؟ من بعد کار کردم کار دادم. رمزون من بعد کار کردم این کار دادم. نه آقا نه. رضا با تو هم من بعد کردم این کار دادم. حبیب بعد کار کردم نقی کار دادم. نه آقا نه. اسمال من بعد کار کردم نقی کار دادم. نه خودش دیگه. اتفاقا همتون اشتباه میکنید. من غلط کردم به نقی کار دادم. نقی اومدی گفتی من بیکارم گچکارم کارم فصلیه به من کار بده. من بی سر کار زندگی خرج داره. زن بچه‌م گرفتارم. من تدارسی قرار گرفتم پول خوردم بهت کار دادم ولی مزد دعوت من چجوری دادی؟ اذیت میکنی. فقط یه روز دیر میای یه روز زود میری. یه روز میگی که زنم دانشگاه بود بچه‌هامو نگهداری میکردم. یه روز میگی که پسرخالم چپ کرد با کامیون من بیمارستان دارم میام. یه روز میگی پدرم مریضه. آقا تکلیف تو با من روشن کن. نقی تو میخوای کار کنی یا نمیخوای؟ توضیح میدم. داداش ناصره باشه. موضوع تابلو رو فهمیده. فهمیده. من بهت نگفتم عوضش نکن. حالا بیا خود جوابش بده. بیا. بله. بگی. سلام. چه سلامی؟ چه علکی آقا؟ چه علکی؟ الان وقت آمدنه؟ نه من توضیح میدم. اصلا توضیح نمیخوام آقا. ما غلط کردیم به تو کار دادیم. بد کردیم به تو کار دادیم. آقا رضا بد کردیم به این آقا کار دادیم. رمزون بد کردیم به این کار دادیم. آقا علی آقا بگو. دیگه شورش داره بودی بابا.
همه جون همه رو خوردی. من فقط سفیدیاشو خوردم. خیرم زردیاشم خوردی. نه آره بابا رفتم اومدم. تو قطاری؟ خیلی خوب بابا اومدی سارانیکا بابا پنجلی عبدو تو قطارم داره رد میشه. بودوی بابا پنجلی. آره برو بابا. آره داری میای. تو کجا بودی اصلا؟ بابا رو بردی دکتر؟ خب چی شد؟ هیچی گفت الحمدلله هیچیش نیست مشکلی نیست. بابا پنجلی همه بابا سارانیکا رو نگاه کن. بابا سارانیکا نه بای بای کن. سلام. خدا رو شکر الحمدلله. خستم نباشی. آره خب نه ببین نقی زنگ زد بهت؟ نه نقی زنگ نزد که. نزد من همینو میخوام بگم مامان جان دارم میگم. برو تو سرما بخوری. برو ماما صبحونتو بخور. ببین نه میخواستم بگم شام بیاین دور هم باشه. خب ارسطو ماشینشو گرفته میخواد خروس قربونی کنه. گفتم شام بیاین به بهبودم بگو. مامان جان من بهبودو بگم شب ان شاءالله مزاحم میشیم. منتظرتونم ها. قربان تو. خداحافظ. الکی میگی؟ نه بابا الکی چیه؟ الکی نمیگم. ببارشی. الان پیاده میشیم بابا رسیدیم. خیلی زیاده کردم. بابا شما اگر مازیار چطوری؟ سلام بهبود چطوری؟ قربونت برم مرسی. این رحمت ما رو ندیدی؟ توه داره با بچه‌ها صحبت میکنه. ببینم تو هنوز پولت از این بابا نگرفتی؟ نه بابا 6 ماه امروز فردا پدر در آورده از ما. تو از پس این شکارچی‌های غیرقانونی بر اومدی. اون وقت پولتو نمیتونی بگی؟ آقا فامیل ماست چی بگم بهش دیگه؟ بهبود ببین میگم میخوای یه کاری یادت بدم سریع به پولت برسی؟ جون داداش باور کن این رحمت جونش و خروسش. خب همین الان این خروس بازار رو میبینی 3.5 جیلینگی بهش پول میدن. جدی میگی؟ باور کن خروسشو که گرو برداری چیه؟ اومدم بابا. خروسشو که گرو برداری تا شب نشده میاره پول و جیلینگی میذاره کف دسته. دمت گرم. قربونت کن. اومدم بابا. ببین بهبود من چیزی نشنیدی یا؟ بله بگیر آقا. انگل روده‌ای داره. نمک فرنگی میگیری با 100 گرم کره حیوانی مخلوط میکنی صبح به صبح ناشتا میدی میخوره خوب میشه. دست درد نکنه آقا. سرت درد نکنه 10 تومن. تماشا میکنی تماشا نداره. تو دکتر میری ویزیت نمیدی 10 تومن. پسر قند عسل. چه پسری دست درد نکنه. چه پسری حیوانش خوبه به درد گرو میخوره. این حیوان برای جنگه خیلی خوبه. نزد اونوری بره این حیوانو ببینی میره جنگ میکنه. ببینی حیوان باید بدنسازی کار کنه. برو کنار. این حیوان باید بدنسازی کار کنه. ببینی کتفاشو میگیری 3 تا 10 تا صبح 10 تا ظهر 10 تا شب 10 تا اینجوری میگیری بلند میکنی این کتفاش رو میاد. خب این زیرش از زیر این لالک میگیری زیر گردنشو همینجوری میاری پایین 3 تا 15 تا صبح و ظهر و شب. تخت سینه‌اش کف گرگی میزنی تخت سینه 3 تا 20 تا میزنی که همچون سینه ستاپ بشه خوب بشه قیافه داشته باشه واسه میدون جنگ. این کارو میکنی. دومشو میگیری قشنگ 3 تا 10 تا میگیری میکشی بالا که حیوان قشنگ بیاد بالا.
دو تا وزنه 300 گرمی هم میبندی به پاش. این دو تا وزنه رو که بستی غذاشو میذاری بالا بلندی. این هی میپره میفته، هی جست میزنه خوش‌اندام میشه، هی جست میزنه قوی میشه. این کارو که کردی دیگه قهرمانی 100% تو لیگ دفعه. نگران نباش. این دو تا خوراک هم بهت مجانی میدم. ببند ناخنای عقبش. تضمینی برنده میدون بعدیه. دستت درد نکنه. زنده باشی 10 تومن. 10 تومن؟ 10 تومن؟ چه اتفاقی افتاده؟ 10 تومن برای خروست نمیخوای هزینه کنی توی زندگی؟ 10 تومنه. دستت هم درد نکنه. زنده باشی. زندگی 10 تومنه. دستت هم درد نکنه. زنده باشی. سلام آقا بود. خوبی داداش؟ بروسه آقا بهبود شناختی؟ بابا عمو بهبوده. خروسه. خوردنهایی دارم ماما. این تخم بلدرچین چنده؟ دونه 100 تا. دونه ای 100 تومن؟ چرا حتما باید سیاه باشه؟ میگن خروس سیاه واسه چشم و نظر خوبه. ماما یعنی اگه سفید باشه دوباره مهارسی چه؟ نه ماما این حرفا چیه؟ نه آقا خروس سیاه داری؟ خروس سیاه داریم. چند تا میخوای؟ داری؟ بله. چند تا میخوای؟ نه یه دونه میخوام. باید فردا صبح بیام ببریم. نه الان میخوام. الان مرغ ماشینی است که مرغ محلی باید ما تهیه کنیم براتون، روستا تهیه کنیم براتون بیاریم. یعنی الان نداری یه دونه؟ اصلا ممنون. خروس سیاه داری؟ سیاه خروس نه؟ ممنون دست شما درد. ماما حالا چی کار کنی؟ نمیدونم ماما. سارا جان نه نیکا تو گوشی تو درار به بابا زنگ بزن بگو خروس خودش بگیره. خب آقا ببخشید مهر چنده؟ 4 تا اینا 5 تا. علی جان
گرفتی؟ هر چی گشتم خروس سیاسی رو پیدا نکردم. و چیکار کردی؟ نه اینکه سیاسی ها نباشه ها، گردن دوم سفیده که اونم ردیفش کنم. مثلا اینکه گلباغالیه گرفتی که تو چیکار به این کارو داری؟ تو خروس سیاه می‌خواستی، منم خروس سیاه به تحویل میدم. خیلی خب برو، ولی نگاه کن موضع احمد فروردین باشه، نبین آقاطی میکنه. برو. باشه. شبکه 1 انتخاب اول. منتظر باشید. داماد تو هنوز اینجایی؟ داداش بهبود، داداش من نوکرتم داداش، من غلامتم. برو اون خروس رو بردار بیار، من نوکرتم. از زیر سنگم شده 2-3 روزه اون پولو جور میکنم بهت میدم. من از این 2-3 روزه از تو زیاد شنیدم رحمت. تا پولو نیاری خروس بی خروس داداش. داداش بهبود چرا نمیفهمی؟ این خروس پس فردا مسابقه داره، بدنش افت میکنه. پس تا افت نکرده برو پولو بردار بیار. بدو. حالا جاش چطوره؟ گرم و نرم امنه؟ هولاک نیست؟ نمناک نیست؟ مشکل خاصی نداره؟ فایم داره میاد. بیا برو من باید ببینی با تو دارم صحبت میکنم ناراحت میشی. بخشید مگر من چمه؟ چونه نزن دیگه، ما تازه با هم مشکل کردیم، با من کار کرده بود. آقا بیا برو دیگه. ببین واسه 2 میلیون تومان چطوری داری منو این گربه میرقصونی دور شهرها؟ پل نکنه که بفهمه من به تو پول قرض دادم، با من دعوا میگیره. آقا مسیج دارم از جنگل. بیا برو میگم. به تو هم میگن مرد. خداحافظ رحمت جان. جون تو جون خروس ها، جون تو جون نکنی، اینا جونور بدش میاد دیگه. برو دیگه. سلام علیکم. سلام آقا پنجلی. واسه نقی بود؟ نه بابا جان. این اینجا چیکار داشت؟ پول میخواست. ندادی بهش که؟ من پولم کجا بود فهیم؟ هرچی دارم و ندارم دست تو. پول داشتم میدادم به نقی. خب نقیه؟ نه بابا، نقی بعد از ظهر میاد دنبالت. بریم. رحمت بود. برو یواش بابا رو کردی. در کن. میخوام سوار شم. کجا سوار شی بابا؟ شب دیر نیای. خونه نقی دعوتی. بابا جان ما میریم خونه. بریم خونه. آره بریم. داروی بابارم سر راه بگیر. بریم. فهیم ها پول ندادی. اینجا چی کار میکنی؟ خروس چی کار میکنه؟ خروس داری رنگ میکنی؟ کی بهت گفته خروس رنگ کنی؟ خروسی کی بهت گفته بیاری اینجا؟ میگم کی بهت گفته؟ نقی گفته. خروسو بگی بیا. پاشو خروسو بگی بیا. پاشو. نقی اومدی؟ دستی بود کورم کنی. هوا چه کجاست؟ آقا این چیه دیگه؟ آقا ببخشید. باید کار کردنه. آقا خروج چه بهش بدید بگی بابا. بدم کن. حرف نزن. اصلا اون دیگه نداره. آقا دیوانه گردی. بالا نیا. موضوعی خروسه بفرمایید. آقا بس نقی. شرم از خدا کن نقی. حیا کن. به خدا اینجا قداست داره. مردم با وضو وارد میشن. این خروس چیه؟ خروس رو رنگ میکنی چیه؟ نه که من توضیح میدم. نمیخوام توضیح بدی. توضیح تنت بخوره. من بگم فرمان. اعصابتون دیگه نداره. خب من اصلا حواسم نبود. یهو دهن منو وا کردم اینجوری. آقای نقی معمولی. هر چی بود تموم. ولی الان دارم بهت میگم. اولا بابت این 2 سالی که با هم همکاری داشتیم ازت کمال تشکر دارم. ازت ممنون سپاسگزارم. ولی از این ساعت، از این لحظه من دیگه به آدم بی مسئولیت و سهلنگاری مثل تو هیچ احتیاجی ندارم. جناب عالی الان تشریف ببرید.
فردا برای حساب کتاب تشریف سر به سرش نذار نقی بهت بیپرا. سر به سر چی؟ دهن من یهو باز شد میخ دیگه. من چیکار کنم؟ لعنت به دهنی که بی موقع باز شود. آقا من چند کلام حرف بزنم. یه دقیقه نه من گوشم از حرفای تو پره. حرفاتو زدی. میتونی تشریف ببری فردا برای حساب کتاب بیایی. وقت خودت هم نگیر اصلا منم کار نکن. رفتن که من میرم اصلا مشکلی ندارم. چیزی که زیاده برای من کار. ولی من میخوام اینو بگم الان من پامو از اینجا بذارم بیرون 4 نفر منو ببینم بگن آقا برای چی اخراج شدی، من برگردم بگم آقای فروردین منو به خاطر یه خروس انداخته بیرون، برای شما بد نیست؟ حبیب جان بد نیست؟ اسماعیل جان بد نیست؟ آقا بد نیست؟ به والله بده، خیلی هم بده. میدونی من دارم چی میگم؟ من دارم رعایت آبروی شما رو میکنم. شما بزرگی، همه برای شما احترام قائلن، جلو شما دلاراست میشن، برای شما زشته، برای من که بد نمیشه. آروم باشی، راحت با هم صحبت میکنیم، حرف میزنیم، به نتیجه میرسیم. بفرمایید آقا، بفرمایید. همه چی حل شد، برین سر کارتون. بفرما آقا، بفرمایید. حرف تمام شد؟ بله آقا. حرف دیگه نداری؟ نه خیر. فردا برای حساب کتاب میبینمت. خداحافظ. خروس چه کار کردم من؟ بچه‌ها خروس ندیدین؟ تو چی گفت بابا؟ گفت سلام. تو چی گفتی بابا؟ آره. دکتر امروز گفت با همین پماد هر روز دست و پاشو خوب ماساژ بدیم تا خون خوب جریان پیدا بکنه داداش. بفرما داداش چای. دست درد نکنه. فهمی؟ این چی؟ عکساتون زدین رو لیوان؟ قشنگه دیگه. مثلا شیرین و فرهاد درست کردین؟ بیبود دوست داره. یه قم بذار دهن من دستم پمادیه. بفرمایید. دستم پمادیه. آخه دکتر چی گفت فهمه؟ هیچی دیگه. دکتر گفت چون پدر شما نمیتونه ورزش سخت انجام بده فعلا برای تقویت مایچه‌هاش دیواری درخت چیزی هول بده تا عضله‌اش صفر شه. بعد عیدم گفت میبریمش فیزیوتراپی دیگه. آخرش هم گفت اگه میخوایم باباتون زودتر خوب شه دوچرخه سوار شه براش خیلی بهتره. دوچرخه چند هست داداش؟ دوچرخه من هست دیگه. همین سوار میشه دیگه. اون بابا دوچرخه من خوبه؟ آره. خب داداشان شما تا نشستی من برم یه عصرونه بیارم با هم دیگه بخورید بعدم بریم. نه دیگه آبجه جان من بعد برم دیگه یه مرغ خروسی چیزی هم تو راه بگیرم ببرم خونه. این دوره ور سوال کردم هیچ جا خروسیا پیدا نمیشه. دیگه فرقی هم نداره سبز باشه خروس سفید باشه سیاه باشه آبی باشه هر چی باشه من میگیرم میبرم. والا ارسطو من دیوانه کرده. زن میخواد نقی کار میخواد نقی تصادف میکنه نقی. بله بابا. نهار نخوردم. برم برای بابا یه لقمه بگیرم بیام. اصلا داداش دور از جونش اتفاق بخواد بیفته میفته دیگه. دیگه ربطی به خروس سیاه و سبز قرمز نداره. ارسطو باید خودش حواسش جمع کنه داداش. خودش باید عقل داشته باشه. نقی. بله بابا. از کمات بیزیادم. بو میده. فهمه؟ جانم داداش. حیوان دارین؟ من حیوان نگه میدارم؟ آره منم از همین تعجب کردم. میگم آخه تو حیوان نگه میداری. حتما خروس همسایه است. صداش از انباری میاده.
مطمئنی تو فهیمه؟ وای فهیم خروسه؟ فهیمه؟ فهیمه؟ جانم این چی آبجی؟ این کجا بود؟ تو انباری سیام هست. پس بگو این رحمت اینجا چه غلطی میکرد. داداش بندازش تو کوچه، بندازش تو کوچه همین الان. اونا داره. بابا میندازیم یهو شوهرت ناراحت میشه. بی خود ناراحت میشه. اگه از الان جلوشو نگیرم که میشه لنگه این رحمت حیوان باز. منم لابد باید بشم این زن رحمت دنبال آقا تو کوچه ها. بندازش تو کوچه دیگه نقی جان، بندازش دیگه همین الان. آبجی جان آخه نداره داداش، تو مگه دنبال خروس سیاه نبودی؟ همینو ببر جلوی کامیون ارسطو قربونی کن دیگه. ببر. اقل کم میخوای تو یه زنگ بزن فردا شوهر در چش من نبینه؟ داداش ببود با من دیگه، زندگی من از همه چی برام مهمتره. ببر. آخه آبجی جان یه زنگ بزن یه سوال کن و حلال باشه. من میخوام اینو قربونی کنم مشک و زنبه نشم. یا شیر مادر حلالتره داداش. یعنی من تو این زندگی چند ساله اندازه یه خروسیا سم ندارم داداش. چی بگم والا؟ شیر مادر حلالتر. داداش مثل دگمه رو ببندم برو، دیر شد. بوره اومدن؟ خروسم سیاه خریدم. چی؟ برو ببینم. سلام. بابا جان بابا آتیش اسمنده بگی بیا. الان ارسطو میرسه. برو برو. دیدین خروسه بابا؟ ماشاءالله ماشاءالله. کنار سبزه خروسه اومد آب بخوره افتاد تو حوضه. یکی اونو کشت، یکی اونو پر کرد، یکی اونو پخت، یکی اونو خورد. این گفت پس مال من کو؟ گفته اونو نه اونو گل 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 حوضه. اره اتل متله اتله
مطله؟ اصل مطله؟ نه نون بیار کباب ببره. فهیمه کو رسید فهیمه کو داره میاد. ها؟ داره میاد. یالله. بفرما رحیم جان بفرما. حالت خوبه؟ آقا زحمت کشید. دست درد نکنه. خوب است. سلام پنجری جان. بابا رحیم سلام. نینا خوبه؟ خیلی ممنون. کیه نقی؟ خیلی ممنون. تشکر. معمار همسایه. مطلع خوبه؟ خیلی ممنون. نینا خوبه؟ خیلی ممنون. اشتباه گرفته. خونه ساخت ان شاء الله. نه خونه رو نساختم. عرسو تصادف کرده بود. الان رفته ماشین درست کرده آورده گفتیم یه خروس سیاه بکشیم ان شاء الله که دیگه چش نخوره دیگه. خیلی ممنون. آقا زحمت کشید. دست درد نکنه. چه خروسی هم گرفتیم ماشاءالله. بابا بیا. بچه‌ها بیا دیگه. بابا خوشو بیا. بابا. باید خونه است میاد بابا برای شما میاد بیا. بابا نقی که اینجا وایساده قربونت برم. خیلی خب بابا همه رو خبر کرد. چه نونوار شو. قشنگ شده. سلام مرحبا. سلام. آقا این گوسفند یا خروسه؟ آقا نقی دست در نکنه سنگ تا دست شما خوبه خاصی دست شما نکنه. چه نونوار شده. بعد تو قلعه افسانه‌ای حال شما چطوره؟ اون پنجره عباس معصومیه؟ عباس معصومی افتاد کفن پوسونده. عرسوه بابا عرسو. داداش پرستو؟ آقا من نمیدونم چجوری پرستو یادش عرستو یادش سلام آقا چگو دعواه؟ نه بابا دعوا. تندرستی شاید چرخش بگرده ان شاء الله. آن یه خود عجله کن من باید سر ساختمون برو ماشا منتظر یه چیکه آب ببین حیوانی بده. بابا نکشش. اونا سفره داره خالی بمونه. بریم بابا جون. نه بیا مامان اصلا نمیشه. بریم چیو بابا جون. ببینی اصلا دیدن نداره. برو دخترم. بسم الله. بسم الله. آب بیاره. چیو ببینی آخه مامان من. این سنگینه نه چند کیلوه؟ بابا بزغاله به سنگین‌تر میمونه. بزن تو رفت زیر ماشین. رفت زیر ماشین. عرسو از اون بر بزن. از اون بر بزن. رفت زیر ماشین. برو از اون بر عرسو برو از اون. روس هم بیا. نزه بره. یواش. گلد من آخه زبون اللهم صل علی محمد و آل محمد. السلام علیکم. ایوه النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله اکبر. الله اکبر. قبول باشه بابا جان. قبول حق باشه. اللهم صل علی این شکل روز اولی که عرستو که بله آقا 7 میلیون خرجش شده دیگه. فقط اتاق عقب 7 میلیون خرجش شد. اتاق عقب اینجوری نبود که مچاله شده بود. همینجوری مثل دستمال کاغذی است مچاله میشه. مچاله شد افتاد یه طرف. جلو بندی همینجوری اومد پایین. دیفرنسیال حالا دست چی شد اینطور شده عرستو؟ همین داشتم میگفتم دیگه.
یواش بابا جان یواش. آقا باشه. همین داشتم میگفتم دیگه. یواش بابا جان یواش. آقا باشه. همینجا چی شد؟ آقا دمدمای غروب بود. خب آقا بذار بگم دیگه. دمدمای غروب بود. من همینجور داشتم میرفتم تو جاده. همینجور تو فکر خیالت خودم بودم. فکر خیال داشتم تو سینه کش جاده میرفتم، یهو دیدم شونه خاکی جاده منو گرفت سمت خودش. عجب. آقا هر چی تقلا کردم دیدم نه کامیون داره میره. آقا من تقلا کردم یه میور دیدم نشد. رفت که ماشین به این بزرگی نه یه ملق نه دو ملق نه سه ملق 7-8 تا ملق افتاد. زد خورد افتاد همینجور رو سقف اومد زمین. من همینجور تو خواب و بیداری اصلا بیهوش شدم. خونه بودم یهو دیدم یه صدایی میاد. ببخشید به معذرت نداره. کمشون اینقدر سنگینه این که مراقب باشین آقا. نه خلاصه توی بیهوشی یه صدایی شنیدم گفتم خدایا چی شده؟ قوت تخیل من کار میکنه. من بیهوشم کابوس میبینم چی شده؟ دیدم صدای جوجه میاد چشم باز کردم دیدم دور و برم پر از جوجه است. جوجه بار جوجه زده بودم دیگه. گفتم خدایا من یعنی الان از دار دنیا رفتم الان دارم پرت و پلا میبینم. حتما جوجه ها رو دیدی فکر کردی رفتی بهش. آقا مسخره نکنین آقا ببود نگین دیگه. من دارم اینو میگم آقا. من از روزی که تصادف کردم همینجور دارم کابوس میبینم. انگار 150 تا جوجه داره تو سر من جیک جیک میکنه. من نمیفهمم تو یال گذادم چه فکر خیالی داری آقا؟ چه فکر خیالی میخواستی بکنی؟ داشته به گرخ فکر میکرد. آقا نگو زشته. شش بابا شش. اون برحال رفت دنبال کار زندگیش دیگه. ازدواج کرد تموم شد رفت دیگه. بله خب حالا ادامهش چی شد آقا؟ ول کن ادامهشو بهبود جان. 30 دفعه تا این تصادف تعریف کرده هر دفعه یه جوری تعریف کرد. یه دفعه نمیدونم ترمز بریده، یه دفعه فرمون بریده، یه دفعه پیش پیچیده، یه بار پیش نپیچیده، یه بار باد خالی کرده. خیلی خوب دیگه الان هم می‌خوایم غذا قربونیشو بخوریم ان دیگه هیچ بلایی سر پسر خاله نیست. نقی این عکسو چرا هی من میذارم رو دیوار تو میذاری تو گنجه؟ مامان جان این عکس یه عکس خوبی بود که من همچین کاری نمی‌کردم. تو نگاه کن همین دو تا رو داری. یه عکسشو تو شما گفتی دوست من خانم فوقانی میاد عکس خوب میندازه همه رو سوزون دیگه. کاریه که شده حالا این دو تا رو داریم نه رو دیوار باشه. عکس بدیه. چه صحبتی می‌کنی؟ بزن آقا به دیوار. بده من این عکس. بدی نیستش آقا. نگاه کن این عکسو خواهر من. این عکس نگاه کن. من صورتم پایین خودش چشش بسته این اونوره داره نگاه میکنه. این آقا که اومده وسط عکس رد شده رفته. نداره که امشب شب جشن و شادیه باید خوشحال باشی. جشنه شب پایکوبیه کامیون تازه اومده. دعوا نکنین آقا بگین بخندین دیگه. بفرما بابا. دست در نکنه وارسی. آقا اتفاقا یه دفعه باز خالی کردم. بفرمایید. زحمت کشیدین ببخشید من دیگه هولکی درست کردم. اگه کم و کسری چیزی داره خودتون ببخشید. دست شما در نکنه. واقعا خواهری رو در حق من تموم کردی. دست شما در نکنه. زیرالیانی که خورده. بکشه یخ میکنه. خودت بردارین خوب. منتظر کسی هستی؟ نه شما مشغول چین من ببینم کیه. اون پنجره آب دست لیلا نمی. بابا هنوز نخوردین که. جان سلام داداش. سلام. خوبی آقا نقی؟ حالت خوبه؟ قربونت برم شبت بخیر. ببخشید دیر وقت مزاحم شدم. خواهش میکنم. بهبود اینجاست؟ بهبود اینجاست. یه لحظه میگی یه توکا بیاد دم در من کارش دارم. آخه سفره پهنه پای سفره نشسته. آخه یه امانتی من باید بدم بهش. امانتی چی هست بده من بهش بدم. قربان دستات یه 2 میلیون تومان پول ازش قرض گرفته بودم. اومدم اگه بشه پسش بدم دیگه از شرمندگیش درم. 2 میلیون تومان پول کی؟ 5-6 ماه پیش داداش. 5-6 ماه پیش بهبود به تو 2 میلیون تومان پول داده؟ چطور داداش مسئله داره؟ چی داری میگی؟ یه والا داداش بفرما تو. نه داداش مزاحمت نمیشم. یه امانتی هم من دستش دارم خونهشه. میخوایم بریم خونه عوضکش کنیم اگه بیاد. من میذارم شام نخورده تو بری بفرما که به موقع رسیدی. بفرما ما یه فسنجون اعلی داریم. فسنجون بزن بعد با هم دیگه بریم امانتی بگیم. من نوکرتم. بفرما من نوکرتم. یا الله. بفرما. یا الله. یا الله. یا الله. چه غذایی. ما کنیم این دستپخت زن منم مثل دستپخت بابا خانم باشه. بده من دیگر دارم بکش برای اون پنجلی. اون پنجلی چقدر بکشم برای تو؟ باشم.
یالا بفرمایید آقا سلام علیکم سلام علیکم بفرمایید سفره گناه داره بشین اصلا منم میشینم بفرمایید پیش خانمت باشی یالا بفرمایید عباس معصومیه خدا رحمتش کنه یعنی جان ببخشید بفرمایید چشم دست شما در نکنه بیا آقا رحمت جان این کیه؟ ها؟ این آقا کیه؟ این رحمته میدونم رحمته اینجا چیکار میکنه؟ این اومده دنبال بهبود نقی تو که میدونی من رو دروایسی دارم بس چی آوردش تو؟ بابا جون من نواز به یه تعارفی زدم تا دم در اومده بود خودش بعد فهمو شروع داشت میدی سر شام نمیومد اونشو کار ندارم بابا مهمون که رحمته من دارم رحمته دیگه رحمت خدا رو میگم نقی این آدم انگوش نماست همه شهر راجبش حرف میزنن یه وقت با این نچرخی ها یه وقت با این رفت آمد نکنی ها چشم مامان ببخشید من دیگه تکرار نمیکنم مامان ما یه جوری صحبت میکنیم و داری با بچه حرف میزنی بیا بریم زشت الان پش میکنیم فکر میکنم چه خبره بیا بابا نوش جان خواهش میکنم بفهمید فسنجون خیلی خوشمزه است من فسنجون با گوشت مرغ دوست دارم خواهش میکنم آقا خدا باید نشونم چپ کردی آقا تصادف که همچه تصادفی آقا اتاق عقب که اصلا کلا مثل دستمال کاغذیش اینجوری مچاله میشه اونجوری شده بود منوبندی همه گیر باکس دیفرانسیال میفرانسیال بالا تعریف نکردم آقا دمدمای گرگ بود هوا داشت کم کم تاریک میشد هیچی بابا پیچید و این نپیچید و نمیدونم شیب جادهتون بود و فلان بود و باز قالی کرد یه انقدر تعریف کرده همه علی آباد این قصه رو شنید از حفظه که بابا من برای ایشون تعریف کردم میگم دست رو درد نکنه اوما عمه جون چیکار میکنی؟ استخونه رو برای گربه میبرم مامان جان باشه حالا بعد از غذا ببر عزیزم چیزی شده آقا رحمت؟ نه چیزی مشکلی داری؟ من مشکل خاصی ندارم آخه اشاره بازی میکنی با بهبود چشم ابرو هی اشاره بازی نکردم گفتی یه مقدار برنج بکش گفتم کشیدم دست در نکنه دیگه فسنجون دوست دارم برنج بکش من اشاره بازی چیه؟ من دیدم منم دیدم آقا ابرو میپروندی دیگه شما هم دیدین؟ خب چرا خجالت میکشی بابا؟ امانتی آوردی برای آقا بهبود بهش بده دیگه گناه داره امانتی چیه؟ کدوم امانتی؟ آقا چرا معطل میکنی امانتی رو بده دیگه والا امانتی چی؟ بیا داشت بهبود با عرض معذرت برای دیر کرد دیگه اینم امانتی شما چی پوله؟ 2 میلیون پول رایج مملکت خواهر من میدونی؟ حتما میگی دست رحمت چه کار میکنه من عرض میکنم خدمتتون اون موقعی که من دنبال 2000 پول لعله میزدم تو خیابونا همون موقعی که من اومدم گفتم بهبود جان داری به من 2000 قرض بدی گفت ندارم دور و بر من نگو همون موقع 2 میلیون به این آقا قرض داده نقی جان میدونی من دارم چی میگم نقی در حالی که من میگم من هیچی من ضرور نبودم من احتیاج نداشتم من برای ساختمون میخواستم ولی این بدبخت که لازم داشت بیمارستان بود بدبخت بود بیچاره بود یا نبود نقی جان من صحبت نمیکنم اختیار پولشو داره بخواد به هر کسی میده به هر کسی نخواد داشت تکلیف این پول باید معلوم شه اجازه بده بابا داره شروع میکنه من ماجرا رو برای تو توضیح میدم آقا توضیح نمیخواد برادر من بهبود جان توضیح نمیخواد شما بفرمایید یخ کرد بفرمایید شلوغ داریم از مردم نه اجازه بده بهبود جان من مشغول زنبه شما نشم پول خروس چقدر شد؟ خروس چیه؟ ماجرای ما چه ربطی به خروس پول داره؟ خروس بگو با من آقا رحمت تعارف میدونه داشت این چیزا رو آقا رحمت رحمت جان چقدر میشه پول خروس؟ بله آقا رحمت خبره است کارکشته است در این زمینه خروس جان رحمت جان چقدر شد پول خروس؟ خروس داریم تو خروسش خروس داریم 10 15 هزار تومان خروس داریم 5 میلیون تومان آقا خروس یه شام چقدر شد؟ آقا مرد حساب قیمت خروس رو میگه قیمت سواری کلاس بگی نمیگه که داداش من خودم یه خروس دارم 5 میلیون میارزه آقا بهبود میدونه بگو دیگه بله من دیدم آقا بله بزرگ سیاه بزرگ من دیدم کجا دیدی 5.5 قیمتش آقا خروس دنیایی داره نمیدونید که خروس داریم تعزینی خروس داریم جنگی خروس داریم میرقصه چجوری میرقصه آقا خروس نه دیگه آبجی گوش کن جوجه خروس رو میگیرن میندازن یه جای گرم که زیرش داغ باشه مثل این تیکه مثلا این خروس رو که گذاشتن پایین اینجوری پاش میسوزه پاشو اینجوری میگیره بالا که نسوزه اینجوری میگیره بالا که نسوزه همینجوری که میکنه شما شروع میکنه اینجوری بشین بابا جان
من خروس قرتی نمیگم که. یه خروس دارم برای شما. اصلا بهبود جان، بهبود این خروسی که شما داشتی قیمتش چقدر بود؟ خروس من نداشتم. ولی چه حرفی میزنی تو؟ من کی خروس داشتم؟ سیاه خروس تو انبار ما بود. تو انبار؟ تو انباری بود دیگه. خروس سیاه؟ همین که جلو کامیون سرباریدی اینو میگه. بابا همین خروس، همینی که الان میل کردی، همین که لنگش به دندون کشیدی، الان چند قیمت بود؟ اینو به من خروس مالم. داداش این خروس چیه میگه؟ ببود داداش جریان خروس چیه؟ تکلیف معلوم کن اینجا. چی شده؟ نداشتیم مگه؟ این خروسی که این میگه چیه جریانش؟ نمیدونم، یه خروس سیاه دنبالش میگشتیم گیر نمی آوردیم. تمام سیاه خودش معدودی بود. تمام سیاه بود؟ چیکار کردی ببود؟ چی شده داداش؟ جان ببود چیکار کردی؟ اصلا خبر ندارم من. ببود دیدی چیکار کردی؟ چی شده؟ چیکار کرد؟ این رون سلطان بود زیر دندون من. میگم خبر ندارم. این سلطانو به کشتن دادی ببود؟ چیکار کردی فهیم؟ گوشتی که الان دادی من خوردم مال سلطان بود ببود؟ سلطان اسم اینه؟ اون خروس میدونی چقدر ارزش داشت؟ اون خروس رو میخواستن با ماشین تاخ بزنن، من قبول نکرده بودم ببود. دوست میگی؟ ببود میفهمی داری چی کار میکنی با زندگی من؟ اون خروس پس فردا فینال داشت، قهرمان لیگ برتر بود. تو قهرمان لیگ برتر رو کشتی گذاشتی وسط سفره، اینا هم بیان بخورن. غریبی سخت منو دلگیر و داره، یار نارنجی جونم، گل جام نارنجی جونم، فلک برگردنم زنجیر و داره، یار نارنجی جونم، گل جام نارنجی جونم، فلک از گردنم زنجیر و بردار، یار نارنجی جونم، گل جام نارنجی جونم، که غربت خاک دامنگیر و داره، یار نارنجی جونم، گل جام نارنجی جونم، آی یار نارنجی جونم، گل جام نارنجی جونم. آخ دلم پی دلتن جی من آرنجی، یالا کجا منزلتن جی من آرنجی، یالا دلم پی دلتن جی من آرنجی، آخ کجا منزلتن جی من آرنجی، بدو ای نازنین نازت بنازم، جی من آرنجی، یالا بدو تو ببینین که مسازم، جی من آرنجی، آخ دلم پی دلتن جی من آرنجی، یالا کجا منزلتن، جی من آرنجی. آی رفیق از من جدا شد، یار رفت به بعد یاره حال اینی، آی به غربت و شنا شد و آی بر من دل خو من غریب بسوزم مثل شمعی نیمه شب،